دیشب که خواب بودم شب جمعه نبود. خب من از انگلیس یه BMW سفارش دادم، لامصب تصادف کردم. 30 میلیون دلار سفارش دادم تک تک واسه علیفو. بچه‌ها نوشته علیفو. ولی داداش نگران نباش، من میدونی که داداش وان ریچ ایرانم و وان ریچ دنیا هستم. داداش چی میخوای الان؟ من پی سی میخوام. چی میخوای؟ پی سی بحرینی اونجاست. من پی سی میخوام داش. چند میلیون؟ ماره 125 میلیون داش میخوام پی سی. داش 150 میلیون. کارت دیگه بگیر لطفا 4060 تی آی باشه. اصلا داش میخوام 4060 تی. داش منم یه هارد دو ترا میخوام. داش هر چی میخوای اصلا بگین داش. داش خدایی میگیری، خدایی میگیری داش. 11 میلیون فقط کفشم. اتفاقا حرفشو زدی، همین الان شانس خودت کنار کامپیوتر بحرینی هستیم. رفت تو کونه داداش. اوه بس کنارش با بار. سلام ببرنی گل. اومدی خدمت آقای بهرنی گل، آقا یکی از بهترینای بوشهر بخورم. پسرم پی سی بخرم. مرسی داش آدرسش هم بگو داش. داش آدرسش هم والا نمیدونم. توی ریحان 14 کامپیوتر فروشی بحرینی. توی نقش آتش نشانی تو بله. بوشهر. آقا توی ریحان 14. اصلا آقای بهرنی اینقدر کارش خوبه تو بوشهر، هر کی آقا میشناسه. اصلا بیاین پیش من. اگه تو بوشهری نیومدین پیش آقای بهرنی به خدا ضرر کردیم. من خودم پی سی رو جا اشتباه گرفتم دیگه، رفت توی یه جایمون دیگه. بعد اومدین پیش آقای بهرنی درستش کردیم. ولی خودتون بیاین. داش حالا چه سیستمی میخوای واسه داش امیرز بگیری؟ داش 4060 تی آی بگیر. داش سیستم داش امیر رو بگیر. سیستمی که داش پسرم هم بگیر کنارش. داش پسرم هم کنارش بگیر. داش چی واسه من میگیری؟ یه هارد حالا واسه تو میگیرم. همین هارد دست آقای بهرنی برای تو میگیرم. داش دمت گرم. چقدره؟ چقدر ازش گیر پول یه نهار بود. نمت گم زد. عالی. من رو پدر پسری اوسطی آقای بهرنی قیمت پیسی چقدر شده الان؟ 144 تا با مانیتورش. عالی آقا. یه مانیتور توکی 180 هرتز هم گرفتیم واسه پسر. با کیبورد اصلا همه چی دارن آقای بهرنی، هر چی هم بخواید. هاردمون هم یک روز براتون سفارش میدم. یه هاردم واسه ما می‌خواست. هاردم دیگه واسه داش امیر خریدیم دیگه، داش هزینه زیاد کردیم. آره دیگه. حالا بریم خونه. خیلی ممنون دیگه. پی سی رو جمع کنی آقا، بچه‌ها بریم خونه دیگه. الان دیگه داداش سکیوریتی هم دارن اینجا منو. الان داره میریم واسه فقط. منو بگیر داداش. منو بگیر داداش. آی نزدیک بود تصاحب کن. آقا بنده الان سکیوریتی هم دارن منو میرسونن. شما برنامه داشتم. آقایون پیاده شین بچه‌ها. راه اندازی. من 50 میلیون واسه پسرم هزینه کردم وای. واقعا که داداش تو آدم خوبی هست. گنگستر. داداش دیگه این باید 100 کیلو هم باشه باید برش دارید. الان برش میده. برش دارید. بابا نکن. 200 میلیون سیستم. داره خوب بنده می. داش امیر در حال گاییده شدن. اسپش ندم. داش 150 میلیون هزینه کردم. چی لامصب دیگه. اولی بذار. این اسمش بده. داش اینو چرا اصلا راجعش اشاره نمی‌کنی؟ 5 میلیون هزینه کردی. 5 میلیون و 480 چون 125 این یارو خریدم. این یارو سنگینه مکینم داده. با کلاس در شهر. Welcome to host اسماعیل. رومین. اصلا بچه من بدبخت شدم. این چند روز همه تو کار دارم میکشم. 150 میلیون داشت امیر. بالا نوبت دشمن بود. آقا برای دشمنا یه چیز پس بگیریم دیگه. بچه‌ها همه گرفتیم. بزن که بریم آقا. دیگه کسی که پول داره هزینه هم داره بعد خیلی بده بریم پول. بریم آقا بریم داش. بابا بارک. جان ویک داداش. افشه. دراسیسکاتو جان ویک. بابا داداش بریم کارت بگیریم. آقا حساب کنیم داداش. اجازه فیلم برداری از حاجی نداریم. باشه چش. آقا داش عشق عشق بابا محمد گل از کفش راضی هستی داشت؟ پرفکت عالی شد دیگه. بریز و باش کردن ها. به به ویدیو کت شلوارم دیگه تو راهه. پرفکت نگاه اصلا عالی کفش. بابا درازیش داداش اتوبان تهران خیلی قشنگ ناموسن عالی. مبارکت باشه داش.
یه داش میخواد حساب کنه و به به. چند میلیون داشت؟ 1,900,000. بابارک. آقا ما اینقدر امروز چرخیدیم و این ور اونور شد. پیسی واسه داش امیر گرفتیم و یه هارد واسه داش امیر اینا گرفتیم، همه بل بازی. یه کفش هم واسه داش محمد. یه کفش هم واسه داش محمد گرفتیم. اصلا این فضای سرش من یه چیز نادیده و کوچیک می‌بینم. داداش چه سوال مورد نظر؟ بشاره گشتم اونا. بذار بپرسم. چرا واسه خودت اینجوری نگرفتی؟ این همه واسه ما گرفت. یک پدر اصلا یه حرف ناراحتش میکنه. داش خیلی لاشی هستی ها. خب جواب منو بده. حقیقتا نمیتونم جواب بدم. ای بابا. چون من آدم خیلی خوبی هستم و از خود دیگه شما نمیدونید که من چه کاری میکنم. من یه چیزی هم خریدم حالا بعدم بهت درس ندونم. آقا ناموسن همه چون هم حساب کردم، این دفعه میخوام حساب کنم به عشق تمام بچه‌ها. اصلا امشب فقط عشق فقط میخوام حساب کنم. آقا رمز چیه؟ داداش بگی کارتو بگیش، داداش کارتو بکش. بابا ول کن دیگه، اصلا تا ریدم تو ریشت تو قیافه. ناموسن بذار بخوابیم دیگه. داش محمد کو؟ داش محمد اینجا نیست دیگه داش من. داش واسه پیسی خریده بودم. راست میگه. ای ناموسن اش داشتیم رفتیم کباب ترکی بخوریم داداش. کباب ترکی چه ما نون خاش داریم. نون خاش ماهبانو من رو گیش مکنی. ولی یه زمون نه رو خش نکن. نه رو خش داریم اینجا. آی نه رو خش نکنیم. نه رو خش دیگه بریم.